نوشته باشید. آماده؟ اگر گفتید امشب میخوایم چیکار کنیم؟ آفرین. میخوایم کتاب بخونیم. یکی از فوق‌العاده ترین و آرامش بخش ترین کارهای دنیا. من که عاشق کتاب خوندنم. یک کتاب فوق‌العاده براتون آوردم. بی‌نظیره. اگه گفتید اسمش چیه؟ جاناتان مرغ دریایی. اسمش هم مشکل جاناتان. این جاناتان موجود عجیب غریبیه. نمیدونم تا الان این کتابو خوندی یا نه. جلدشو ببین. جاناتان یه مرغ دریاییه که دوست داره به کمال برسه. خیلی دوست نداره مثل مرغای دریایی هم قبیلش و هم طایفش رو دوست داشت باشه که فقط بخواد بره یه غذایی به دست بیاره و روزمرگیش رو بگذرونه. این کتاب سبکه ولی جملات عمیق داخلش هست. جملات عمیق. رنگ جلدش هم قشنگه. جاناتان مرغ دریایی نوشته ریچارد باخ. این کتابی که من میخوام براتون بخونم ترجمه مرتضی سعیدی تبار هست. روی این جلد نوشته داستانی برای آنها که آرزوی پرواز در سر دارند. ببینم شما آرزوی پرواز داری یا نه؟ پرواز برای رسیدن به رویات، پرواز برای رسیدن به اهدافت، پرواز برای آنچه که توی زندگیت میخوای. حالا بگو ببینم آیا شما آرزوی پرواز داری یا نه؟ قطعا داری، میدونم. خب ببینیم پشت جلد چی نوشته. پشت جلد رو براتون بخونم. نوشته که این کتاب نغمه ایست برای روح و جانهایی که پس طولانی و خاموش با خویش زیستند. یه بار دیگه بخونم. این کتاب نغمه ایست برای روح و جانهایی که پس طولانی و خاموش با خویش زیستند. جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی داستانی است برای کسانی که می‌دانند به جای فرسودن رد پای دیگران جایی راهی برتر برای زندگی وجود دارد. این حکایت کوچک تلنگری است برای ما که راهی که باید دنبال کنیم پیش از این در درون ما مکتوب شده است. چقدر قشنگ گفته. نوشته که دیگران ممکن است نگاهمان کنند، اراده‌مان را تحسین کنند یا به ما کینه ورزند، اما تنها آزادی ما عشق ورزیدن است و انتخاب این که هر روز آنطور که آرزو داریم زندگی کنیم. به نظرم باید اینو چند
بالهایش وارد می‌کرد را حفظ کند، چون همین قوس سبب می‌شد که او بتواند به آرامی در آسمان پرواز کند و اکنون آنقدر آرام می‌پرید که نسیم صورتش را نوازش می‌کرد. او در حال تماشای اقیانوسی بود که به آرامی و با درخشش زیادی زیر بالهایش پهن شده بود. با تمرکز چشمان کوچک و براقش را تنگ و نفسش را در سینه حبس کرد و نیرویش را جمع کرد تا برای امتحان سخت‌تری آماده شود. همین که 1 اینچ به بالایش قوس بیشتری داد، هماهنگی میان بالهایش به هم ریخت، از حرکت ایستاد و سقوط کرد. همانگونه که همه ما آگاه هستیم، مرغان دریایی هرگز در آسمان از حرکت باز نمی ایستند. باز ایستادن از پرواز برای آنها یک نوع ننگ و بیشرمی محسوب می شود. ولی جاناتان مرغ دریایی بدون هیچ خجالتی دوباره به آرامی قوس سخت و لرزان به بالهایش وارد کرد تا آرام آرام و با دقت هرچه بیشتری حرکت بعدی خود را شروع کند، چرا که او با دیگر پرندگان فرق داشت. میگه اگر شما یه چیزی رو که باید در درونتون باشه رو دارید و گاهی اشتباه انجام میدید، به خاطرش خجالت نکشید. بیشتر مرغان دریایی حتی حاضر نیستند رنج و سختی آموختن ساده ترین اصول پرواز را تحمل کنند. برای آنها کافی است که یاد بگیرند چگونه طعمه خود را به دست آورند و دوباره به ساحل برگردند. در واقع پرواز برای آنها فقط به معنی دست یافتن به طعمه است، حال آنکه برای جاناتان مهم پرواز بود، نه به دست آوردن طعمه. جاناتان بیشتر از هر چیز در دنیا عاشق پریدن بود. جاناتان خوب می‌دانست که با چنین طرز فکری هرگز نمی‌تواند در میان مرغان دیگر به رسمیت شناخته شود. چرا؟ چون طرز فکرش با بقیه فرق می‌کرد. جامعه به ما یاد داده که همرنگ جماعت باشیم و این برای خیلی از ماها غلطه. ادامه‌شو گوش کن. حتی پدر و مادرش هم از اینکه او به تنهایی همه روز صدها بار پرواز را از سطح پایین تمرین می‌کرد، در ترس و نگرانی به سر می‌بردند. او اصلاً نمی‌فهمید که چرا وقتی در بلندای کمتر با بالهای نیمه بازش به فراز آب پرواز می‌کند، می‌تواند با به کار بردن نیروی کمتر
هیچه میگویم یادت نرود که اصلی دلیل پریدن تو به دست آوردن تومه است. همین و بس. حرفاش آشناه نه؟ توی زندگی آدما هر کی یه چیزی دوست داره اما بهش میگن تو رفتی مدرسه که درس بخونی، کارت چیز دیگه است، وظیفت چیز دیگه است و آدما رو از رسیدن به علاقه هاشون منع میکنن. آدما رو توی محدودیت قرار میدن، براشون مسیر تعیین میکنن، میگن این وظیفه تو است. و چقدر این حرفا آشناست. بریم ادامه‌ش رو بخونیم. جاناتان از روی احترام و نیز تایید حرف پدرش سرش را تکان داد. او در طی روزهای بعدی تلاش کرد که مثل مرغان دیگر رفتار کند و در حوالی اسکله و قایق‌های ماهیگیری شروع به پرسه زدن کند و به طرف تکه‌های غذا و ماهی‌ها شیرجه برود، ولی موفق به انجام این کار نشد. برای او این کارها مسخره به نظر می آمد. از عمد ماهی کولی چاقی را که با رنج و سختی به چنگ آورده بود را برای یک مرغ دریایی پیر و گرسنه که او هم دنبال آن بود رها کرد. با خودش فکر کرد من می توانستم همه این وقتها را که به هدر دادم برای یادگیری پرواز صرف کنم. هنوز چیزهای زیادی برای آموختن وجود دارد. مدتی نگذشت که جاناتان مرغ دریایی دوباره تنها ماند. در دوردست‌ها بر بالای اقیانوس گرسنه، شاد و سرگرم یادگیری پرواز رفت اون کاری رو انجام بده که دلش میخواست، که دوست داشت، که حالش رو خوب میکرد. این دفعه موضوع درس تیز پریدن بود. او با 1 هفته تمرین توانست بیشتر از سریعترین و تیز پروازترین مرغان دریایی مطلب بیاموزد. از بلندای 1000 پایی با شیرجه‌ای شیبدار و پرقدرت به طرف موجها فرود آمد و متوجه شد علت این که مرغان دریایی شیرجه‌های پرقدرت، شیبدار و پرسرعت نمی‌روند چیست. تنها در کمتر از 6 ثانیه توانسته بود شیرجه‌ای با سرعت 70 مایل در ساعت بزند. سرعتی که در چنین پروازهایی تعادل خود را از دست می‌دهد و بالها در خلاف جهت شیرجه به طرف بالا کشیده می‌شود. این حادثه چندین بار روی داد، با اینکه جاناتان بسیار با احتیاط و با حوصله کار می‌کرد، در سرعت بالا تعادل پروازش را از دست می‌داد. پرواز تا بلندای 1000 پایی ابتدا با تمام نیرو به طرف جلو حرکت کردن و سپس خیز برداشتن، بال زدن و راست شیرجه کردن است. هر بار که بال چپش برخلاف جهت شیرجه به طرف بالا کشیده میشد، به سرعت به طرف چپ میچرخید و بال راستش را از حرکت باز می داشت تا تعادلش را به دست آورد و مثل آتشی در لابلای باد وحشی به طرف راست میپیچید. در پروازش به سمت بالا نمیتوانست آنطور که باید تعادلش را حفظ کند. او 10 بار تلاش کرد. در هر 10 بار که سرعتش از 70 مایل در ساعت زیادتر میشد، به شکل
بود رکورد جهانی تازه‌ای در پرواز مرغان دریایی به دست آورد. ولی این پیروزی خیلی طول نکشید. درست در همان وقتی که حرکت تازه‌اش را شروع کرد و زاویه بالهایش را کمی تغییر داد، دوباره با همان حادثه هولناک خارج شدن کنترل روبرو شد و با سرعتی در حدود 90 مایل در ساعت در هوایی که مثل دینامیت به بدنش اصابت می‌کرد سقوط کرد. جاناتان مرغ دریایی در میان زمین و آسمان تعادل خود را از دست داد و محکم به سطح پوسته دریا که مثل آجر سخت بود کوبیده شد. وقتی به هوش آمد شب به نیمه رسیده بود و او زیر نور نقره‌ای مهتاب بر سطح اقیانوس شناور بود. بالهایش مثل میله‌های کهنه‌ای از سرب بودند، ولی سنگینی شکستگی که به او وارد شده بود بیشتر آزارش می‌داد.